قوه‌های مسلح سپری با اعتماد دولت به حساب می رود. چطوری که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در برآمدهایشان بیان داشتند، ما به فرزندان جسور و دلیر خلقمان، حامیان وطن محبوبمان اعتماد کامل داریم و به آنها فخر میکنیم. به مناسبت 29مین سالگرد ارتش ملی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 با اشتراکچیان جنگ افغانستان، آموزگاران، طالب علمان چاره‌بینی گذرانیده شد. سروری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 ظفر مرادوف مهمانان را شادباش نموده چاره‌بینی را حسن آغاز بخشید. وطنم تاجیکستان، وحدتم تاجیکستان، در بحر تو با وایه رسیده استقلالم تاجیکستان. Rajoy! Barrows! Cut! Barra Barsha! Nizam! Tawaju Babay! رفیق لیتنانت هایت خواندن زید 11 برای گزارش آشنایی امروزه سفر رستم سرداری دسته خالق فاضل آزاد برابر شب نظام با قدم باش برابر شب نظام تاجو بابای رفیق لطنم خوانندگان صنف چهارم گل برای گذرانی چاره‌بین‌های امروز صف آراسیدند. سعدای دسته سلطان جسور بیگ آزاد برا باشیا سو توجه بچه رفیق دیرکتور مؤسسه محترم مرادو برای گذراندن نقشه چاره‌بین امروزه بخشیده بچه‌شی تاسیس ارتش قوای مسلح تاجیکستان صف آراسته راهبر دفاع حربی لیتنانت اومد دوستا آزاد برا باشیا سو شمال را برای تاسیس ارتش قوای مسلح تاجیکستان تبریک می‌گویم. با سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شرف السلام علیکم مهمانان، آموزگاران و خوانندگان عزیز. شمایان را با فرارسی عید ارتش ملی تبریک و مبارکباد نموده برایتان موفقیت ها در کار و زندگیتان آرزومندم. بگذار همیشه صلح و ثبات در تاجیکستان عزیزمان پایدار باشد. السلام علیکم مهمانان، آموزگاران و خوانندگان عزیز. شمایان را با فرارسی 29مین سالگرد ارتش ملی تبریک و مبارکباد نموده برایتان صلح و ثبات، آسمانی صاف، بی‌غمی و خرسندی و خوشحالی و موفقیت ها را در کار و زندگیتان تمنا دارم. وطن سر می شود زیاگرد دهقان، زی میداهای خیرمن بادگرها. وطن سر می شود از برده نام که ما خوردیم از خوان پدرها. تاجیکستانی زیجان شیرین ترم، تاجیکستان و جوان و دلبرم، مثل طفل دست می دارم تو را، از تو آید به شیرین مادرم. خاکی وطن سرمه چشمان من است، روی وطن آینه رخشان من است، نور وطن آفتاب تابان من است، مهر وطن در دل جوشان من است. ای وطن در زندگانی هستی جانم هم بمانی، ای وطن با این جمالت با چنین فعل و فعالت. این دیار راد مردم تاجیکستانی من است، کشور آباد و آزاد تاجیکستانی من است. همچون مادر جان دوست می دارم ورا،
دوست دارد از دل و جان مادری جانی من است. ما در آغوش وطن نسلی سعادت یاریم، سری سرچشمه ای مهر از فرخسر شاریم. زیر پرچم همه جا ما سری بالا داریم، اندر این خاکی کهن تخم محبت کاریم. حاصل کشته ای ما همدلی ملتی ما، خاک قدسی وطن خاک نظرگاه خدا. از موسازندگی و شهد و جدل یاوری ما، در سما شولت بکنن اختری ما. شد جهان شاهدی برگشته ای زیب و فری ما، مرغ اقبال بود سایفی کت بر سری ما. زین سبب در راه آبادی عامه کشیم، جامعه ننگی وطنداری وطن می پشیم. بچه ها را سری جهان را کشادم چی خوش، شهرتی ملتی تاجیکی فزودم چی خوش. کینه را از دل و از دیده زودم چی خوش، بیت و چکامه تخفیدی سرودم چی خوش. تاجیکستان ابدا زیر سما آباد است، ملک مختارش شکوفه زیغم آزاد است. هر کفی خاکی و را پاک و مقدس دانم، هستی ما بود و در تنی ما جانم. چرخی تاریخ بسای هدف خود رانم، کاری آزادی و آبادی مهن دانم. چون که ما نسلی وطنساز و دلاور هستیم، و همه حق جهان یار و برادر هستیم. وطن افسانه پردازه، تو را افسانه میخوانه. حقیقت نام آثاره، حقیقت خانه میخوانه. یکی در کوه ساری شاد ماند، قصر میبیند. یکی کاشانه ای غم در بغل کاشانه میخواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل. بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. خش می بلند و می نالند، یکی آباد می سازد، یکی ویران نمی خواند. یکی را در غریبی یک کفی خاکی تو جان داروست، یکی در دامنت همگامه‌ای بیگانه می خواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل. بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. تو را مردی ره منزل به منزل میکند دنیا. حواس پیمانه یک گردشی پیمانه میخواند. حبیب می سرایت شاه بیتی شاه راحت را، حدیث تن چشم حسرتی گرگانه میخواند. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل. بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما. محل بوزه ذکری نظر صد پارت خانه. جهان سازه و هستی گوهری یک دانه میخوانه. تو اما با همه یک مادر هستی، یک وطن هستی که هرچی آید از فرزندها شکرانه میخوانه. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمینی گل. بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما.
ما بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما وطن بر جلال و بشانت قسم به پاکی روی روانت قسم به کوه و به دشت و به دامان تو به مرغی بلند آشیانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم من آمد قسم ای وطن 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 من آمد قسم ای وطن بهار برگ تاریخ زرین تو به نام آورندی زمانت قسم به خطران و بلخ و به درخشان تو به خوجند و هم سرفشانت قسم به دیرانی با این مکانی حیات به فردای نسل جوانت قسم 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 من آمد قسم ای وطن بهاری نزدیک شده ایستاده است. چیکار کنم؟ او را به فدراسیون روسیه فرستانم. آخر او حالا خورده است. بیچاره پسرم عذاب میکشد. جاوید جانی من به هیچ کجا نمیرود. خودتان روید به روسیه. من او را در خانه پنهان میکنم. کسی از کمیسریت حربی بیاید من میگویم که وی در روسیه است. سلام خاله جان. شما مادر جای جان؟ ما با پسر شما دعوتنامه آوردیم. او را پس از 3 روز به کمیسریت حربی حاضر شود. وی را به خدمت مادر وطن میفرستانیم. پسری من در خانه نیست. وی روسیه رفتگی. وی به خدمت نمی رود. خودتان رفته خدمتتان را کردن گیرید. چشم شمایان فقط پسری من را می بینند.
مادر جان من در همینجا کو چرا درا گفتید من به خدمت می روم وطنم رو محافظت کرده می آیم این 2 سال همین 2 روز بریم می گذرد غم نخورید مادر جان نه تو به خدمت نمی روی به خانه درا مادر جان من به خدمت روم وطنم رو محافظت کرده آیم از خورده آرزو داشتم که عسکر شوم لباس عسکری پوشم خیر چی علاج اگر تو خواهشی رفتنی داشته باشی از دستی من چیکار هم میآید پسر جانم انا این نان را گرد که ریسمت شود و تو را باز به وطنت گرداند خیر پسرم را وطن مادر را پاسبانی کن دلیری من سزاواری وطن باش چو شمشیری پدر صاحب ظفر باش مادر جان هر یک شخص باید وطنش را صمیمانه دوست دارد و به هیچ جان آماده باشد در ماده 43 سرقانونی جمهوری تاجیکستان نوشته شده است حفظ وطن حمایه دولت وظیفه مقدس شهروند است پسر جانم پناهت بر خودت را احتیاط کن تلفن کرده است مادرت را خواطر نکن خواهی تویم ای وطن داد خواهی تویم ای وطن دشمنت ای وطن به وطن می شود بیرهن در تنی کفن می شود ما سپاهی تویم ای وطن داد خواهی تویم ای وطن
дар хотимаи чорабинӣ ба сарвари муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 14 Муродов Зафар ва ба омӯзгори фанни дифоъ Уматов Рустам аз тарафи шӯрои собиқадорони ҷанги интернационалист бо сипоснома ва тӯҳфа сарфароз намуданд. Аз ҷониби маъмурияти муассиса ба хонандагони фаъол тӯҳфа ва сипоснома супорида шуд. барномаро ба шумо мода ва пешкаш намуданд муаллиф Дилшода Ҳалим ва танзимгар ва наворбардор Талабшоҳ Тошев.